سلام دخترا، اومدم بهتون بگم چطوری یه رژ لب معمولی رو تبدیل کنید به یک رژ لب با دوام و 12 ساعته. اگر دوست داری اینو یاد بگیری همه اسلایدها رو دونه دونه ورق بزن. اول از همه من رژ لب رو براتون تست میکنم که ببینید که این رژ لب دوامی نداره. نگاه کنید، من روی دستم اینو کشیدم و وقتی که پخشش میکنم این رژ لب کاملا هم پاک میشه و هم پخش میشه. پس به این یه رژ لب با دوام نمیگن. درسته؟ خب رژ لبتون رو میارین. من روی دستم براتون تست میکنم که کاملا متوجه بشید. من اینجا رو دارم انجام میدم. خوب نگاه کنید. این رژ لب، یک لایه رژ لب رو میزنم. بعد از پودر فیکسم برمیدارم. اضافه پودر فیکسم رو میگیرم. بعد روی این یک لایه پودر فیکس میارم. به این صورت. دوباره این کار رو تکرار میکنیم. یعنی یک دور دیگه از رژ لبمون روی اون لبمون میزنیم. دوباره یه مقداری پودر فیکس برمیدارم. اضافه پودر فیکس رو میگیرم و روی این دوباره میزنم. و اینجا در واقع من بیسم رو آماده کردم. این میشه بیس لب من. حالا رژ لبم رو دوباره برمیدارم و روی اون بیسی که برای خودم ساختم یک دور دیگه میکشم. این رژ لب به جرئت میتونم بهتون بگم که تکون نمیخوره. یعنی تا 12 ساعت به هیچ عنوان نه پخش میشه، نه پاک میشه و نه هیچ اتفاقی براش میفته. انگار این یه رژ لب با دوامه که شما زدید.